افزایش تحریم‌ها علیه روسیه به زندگی صدها هزار مهاجر کاری از جمله شهروندان تاجیکستان تاثیر کرده است. در ولایت ختلون که بیش از 300 هزار ساکنش در مهاجرت کاری در روسیه هستند، اکثر خانواده‌ها تاثیر جنگ روسیه در اوکراین را احساس کرده اند. ابو مسلم سویبوف و خانواده‌اش در وادی وخش زندگیشان را با پول دو برادر مهاجرش پیش میبرد. او میگوید که پس از آغاز جنگ در اوکراین به مشکل اقتصادی گرفتار شده اند. زندگیشون چنشیده مقصد که اول بسیارتر روی میکردن حوزی کمتر شد. مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران در شهر باختر مشکلی 653 نفر مهاجر را شنویده است. بین آنها نفرانی نیز هستند که بعد جنگ در اوکراین به مشکل گرفتار شده اند. ماجرای بین روسیه و اوکراین سر شد و مهاجران با ما چی از روسیه زنگ زده میپرسیدند و مشکلاتشان را نیز پیشنهاد میکردند. در تاجیکستان بیکاری مشکل اساسی ساکنان است و اگر کار هم پیدا شود معاش ساکنان را قانع نمی‌کند. مقامات کشور میگوید که بیش از 600 هزار شهروند در مهاجرت هستند، ولی مقامات روسیه عدد آنها را بیش از 1 میلیون نفر می‌دانند.